برای آموزش این شومیز زیبا نیاز نیست هیچ عددی رو کامنت کنید، فقط تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. مدلمون چپ و راستیه، یقه شکاریه و 3 تا پیلی در قسمت پهلو. بهتره که از الگوی 5 تار استفاده کنید که من از الگوهای 5 تار خودمون استفاده کردم. اول قد قسمت زیری کار رو مشخص میکنید که بهتره 10 سانت زیر خط کمر باشه. 1 سانت یقتون رو باز کنید از قسمت کمر، 5 سانتی متر بیایید به سمت بالا و با خطکش هلال اینا به هم دیگه وصل کنید. 2 تا لقی بگیرید، یه لقی 1 سانت در قسمت یقه و یه لقی نیم سانت هم یکم پایین تر و وصل کنید به نوک پنستون. برای انتقال پنس در قسمت پهلو پنس کنفور رو رسم میکنم، کار رو یکی میبندم و منتقل میکنم به پنس زیر حلقه. قسمت زیری کار رو کپی میگیرم. این آموزش رو برای دوستانتونم ارسال کنید، حتما ذخیره کنید و نظراتتون رو توی کامنت برای من بنویسید. قسمت سرشانه رو آرایش میکنم، یقه که بسته میشه پنساش یه مقدار بالا پایین میشه، اینو دوباره طراحیش کنید به این شکل. این دیگه کاری نداره، اینو بذاریدش کنار. برای قسمت روی کارتون دوباره یقه خودتون رو طراحی کنید مثل قسمت مقابلش. 2 تا لقی ببندید و بهتره که الان یقه رو خالی کنید، ولی یادتون باشه این 2 تا پنس زیر سینه حتما باید بسته بشه چون کار شما در کمر حالت کرستی داره. 3 تا پیلی دارید، جای این 3 تا پیلی رو بیاد توی پهلو مشخص کنید. اولی رو وصل کنید به نوک پنس بزرگتون. حالا اینا به کجا وصل بشه؟ در پهلو، به حلقه، زیر حلقه یا پهلوهای کارتون، همش دست خودتونه. بعد از رسم 3 تا پیلی حالا نوبت قد کارتونه. اون هشتی که جلوی کار ایجاد شده یا حالا هفتی جلوی کار، از خط باسن اگه 10 تا 15 سانت بیایید پایین و وصل کنید به قسمت باسن کوچیک کار، یعنی همون 10 سانت زیر خط کمر. البته پهلوی مقابلش میتونه یه 2 سانت بالاتر هم باشه. به این شکل قد کارتون مشخص میشه. حالا برای که بتونید اولین پیلی رو ایجاد کنید باید پنس سرشانه رو ببندید، اول یقه رو خالی کنید و 2 تا لقی اونجا گرفتیم، این لقی ها رو ببندید و منتقل کنید به همین اولین پیلیتون به این شکلی که تو تصویر میبینید و دور تا دور الگو رو خالی کنید تا بتونید عوضمان ایجاد کنید. خب میزان عوضمان دست خودتونه. اگه بالا اولین عوضمانتون 15 سانت، بعدی و 10 و بعدی و 8 سانت در نظر بگیرید. حتما عوضمان ها رو ببندید و بعد پهلوتون رو آرایش کنید. این شکل. دختر برای یقه کار ما یقه شکاری آموزش زیاد گذاشتیم، میتونید 5 سانتی